зелень, яблоко, сумеляк. Съемка нет, да? Не снимается, да? Колосы? Нет, нет, это чудо. Барам чи میخواد؟ سمانک میخواد. سمانک جوش موتا جزانه. سین غربایت سمجه بنایلی عیدی چه نمی‌رسونه. میکنیم قرار داریم و در این منزل ما بیش از 14 سال شد که زندگی میکنیم. من معاون رئیس سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی می باشم و همزمان سرمحرر نشریه تاجیکی پیام الاتاکی ارگان نشراتی سازمان تاجیکان قرقیزستان می باشد و در این ایام خجسته، در این ایام فیروز که عالم همه در استقبال نوروز است و نوروز جوان کرد بدل پیر و جوان را، ایام جوانی زمین را و زمان را. واقعا این لحظه ها طبیعت جامعه سبز را به بر کرده است و ما تاجیکان قرقیزستان و من جمله خانواده ما این ایام را هر سال تجلیل می کند، زیرا که این جشن و این ایام نیاکان ما است و در قرقیزستان 55,000 تاجیکان زندگی می کنند در ولایت های بادکن، در ولایت اوش، جلال آباد و در ولایت چوی و همچنین در شهر بیشکک و بنده به نمایندگی از جمعیت تاجیکان قرقیزستان تمام هموطنان خود هم در تاجیکستان و هم در سایر کشورهایی که زندگی میکنند با این ایام خجسته تبریک میگویم. برای تک تک همزبانان قبل از همه سلامتی بردباری را آرزو میکنم. خداوند این ایام را برای ما شایسته گرداند و ما امید میکنیم که باز بهارهای دیگر را همین طور استقبال بگیریم و کشور ما هم تاجیکستان و هم قرقیزستان در فضای صلح و سعادت زندگی بکند و مورد رضایت و خوشنودی مردمان منطقه ما گردد. نوروز یکی از جشن‌ها، عیدهای سنتی مردمی فارسی زبان و تاجیکان می باشد و خوشبختانه امسال نوروز جهانی شد و تمام مردمان دنیا این جشن را با هم با یکدلی و با دوستی جشن میگیرند و از قدیم الایام نوروز در سرزمین فارسیان و تاجیکان وقتی که پیدا می شد، یعنی روزی نو، زندگی نو، حیات نو، سرشوی روزی نو و زندگی نو می گفتند و برای آن که تمام سال تمام مردم زندگی مردم خوش گذرد و با فراغت باشد و همه آن چیزی که آنها میخواهند در سر دسترخوانشان باشد، این را در سفره 7 سین و 7 شین آماده میکردند. یعنی وقتی که ما سفره 7 سین آماده میکنیم، خیلی که برای همگان معلوم است، اولین خوراک، اولین غذای نوروزی این سومنک می باشد. یعنی سومنک از گندم درست می شود و گندم را ما تر می کنیم. وقتی که وی جوانه می زند، نیش می زند، آن را چرخ کرده با آرد روی آتش می پزیم و از آن یعنی این یک حلوای خوب و خوشمزه درست می شود که یعنی این هم سیر است، هم ویتامین دار است، هم غذای خیلی محصولاتناک می باشد. بغیر از این در سفره 7 سین گذشتگان ما سیب را گذاشتن. یعنی سیب به خوشگلی خودش خیلی خوشگل است، خیلی دلکش است و ویتامینش هم خیلی زیاد است. برای آن که یعنی مردم تمام سال از این استفاده برند، سالم و یعنی سلامت میمونند. دیگر از این برای سفره 7 سین ما سیپند، یعنی سیپند این یک گیاه هست که در کوه ها می روید و برای دفع کردن بلا و دفع کردن کلی میکروب ها در خانه این را دود میکنند.
وقتی که دود میکنن همین دود سپند یعنی تمام این بلاها رو تمام این مریضی و باکتری و میکروب ها رو از خانه دور میکنن که این هم در تمام سال برای حیات و زندگی آدم خیلی فایده آور است. که چون ابو علی ابن سینا هم که یکی از دکتران گویم هم خطا نمیکنیم که در خلق تاجیک است، این را در کتاب خودش هم آورده است که مردم از سپند استفاده کنند. خب دیگر از این چی من این نشون میدم سیر است. یعنی سیر این همون چسناک است که این هم ویتامین خیلی زیاد دارد. برای ویتامینش که زیاد هست ما در سفره این را میگذاریم و تمام سال باید این استفاده کنیم. سبزه و سمنو و این چیزها همش برای سلامتی انسان خیلی خوب است. و در قدیم هم سفره 7 سین درست میکردن، هم 7 شین. یعنی 7 شین از شم، اینجا با حرف شین شه شروع میشه شم. وقتی که ما شم رو روشن میکنیم، اینجا روشن نکرده میتونستیم که اینو روشن کنیم، شعله میزند و شعله زدن و زندگی روشنی انسان را باید نشان بدهد. شیر هم سفیدی است و سفیدی روزگار است و ساعت هم میگذاشتن در قدیم الایام. چون امسال سال اسب است، من این ساعتی که عکس اسب را داشت سر سفره گذاشتم و خاطر آن که سال اسب امسال سال خوب باشد، سال فراوانی باشد، سال حرکت و چست و چالاکی تمام مردم ها باشد و ساعت آن را نشان میدهد که عمر انسان همیشه در حرکت باشد و 1 دقیقه هم عمرش ایست نکند. Да, как будто вы рассказываете, покажите, чтобы мы крупным сняли и показали. Не надо разговаривать. Можете рассказывать, можно и не надо. Сипан. Угу. Где-то секунд 5-6 вот так вот подержите. Снимем крупно. Весело было, что сразу праздничное настроение, чтобы было. Да, праздничное у нас. Нам скажите, мы будем улыбаться. Был монтаж писателя, что не дай боже, тоже. А ты именно... На таджикском это читала отрывок его. Вкус такой не очень. Несу вот здесь. Не надо, да, возле казана? Нет, нет. Так, не готов, я? Да. Nasıl böyle kutuyu aldın? Aldın mı? Teşekkür ederim. Bugün kanser, kadın için. Gidelim. نوروز مبارک. آفرین. مبارک. با یک بار دیگه. گوی خوده. Нет, мы попробуем резать. Надо уже на работу, но...